به نام پروردگار محبت و دوستی سلام عرض میکنم. اول خدمت خانواده عزیزم و بعد همه شما دوستان که این ساعت شب نشستین که انشاءالله ما یک برنامه خوب، محترم و بدور از حاشیه داشته باشیم. مهناز افشار در خرداد 1356 در تهران به دنیا آمد و متولد سال مار است. او دارای یک خواهر و دو برادر به نامهای محبوب، رضا و محمد است. در کودکی خیلی شیطنت می‌کرد و همیشه دوست داشت بوفه‌دار مدرسه باشد. به تماشای کارتون علاقه فراوانی داشت و از سیندرلا، 101 سگ خالدار، پلنگ صورتی، مورچه و مورچه‌خوار، سندباد، بامزی، هاچ زنبور عسل، خانواده دکتر ارنست و جودی ابوت به عنوان کارتون‌های دوست داشتنی کودکی‌اش یاد می‌کند. رشته تحصیلیش در دبیرستان علوم تجربی بود و برای ادامه تحصیل به مدت 4 سال در یک مؤسسه غیرانتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت. بازیگری براش از تلویزیون و با مجموعه تلویزیونی عشق گم شده در سال 1376 آغاز شد. با فیلم دوستان به کارگردانی علی حاتمی در سال 1377 به سینما راه یافت و در تنها دوره برگزاری مراسم زرشک زرین سینمای ایران، فیلم شور عشق جایزه زرشک زرین رو دریافت کرد. وی که در این فیلم بازیگر نقش اول بود گفت چقدر خوب است که این جوایزها ادامه دار باشد. فیلمنامه‌ای که خوندم احساس کردم خیلی نقش سحر نقش یک نواختی نیست، نقشی که بسیار پرتحرکه و جست‌وخیز داره. اینه که برای شروع کار، یعنی احساس میکنم برای استارت اصلی این حرفه فکر میکردم میتونه کار خوبی باشه. به اتفاق محمد رضا گلزار با حضور در فیلم‌های کما، زهر عسل، 13 گربه روی شیروانی، تله، آتش بس و کلاغ‌پر به نوعی میتوان گفت که یک زوج هنری تشکیل داده بودند. شایان ذکر است که فیلم‌های یاد شده همگی از پرفروش‌های زمان خود بودند. یعنی چی؟ این ساختمون مدیر نداره؟ خانم من وارد این ساختمون شده، خودم با چشای خودم دیدم. یعنی چی که نمیتونم پیداش کنم؟ موبایل چیزی نداره؟ به شما مربوط نیست. آقای دکتر، من نمیتونم با این مرد زندگی کنم. تصمیممو گرفتم که ترکش کنم. میخوام برم برای خودم زندگی کنم. آقای دکتر به اینجام رسیده. نه، اینجا. حدوداً اینجا. بله. قرار بود در سریال شمس العماره به کارگردانی سامان مقدم ایفای نقش نماید، اما از حضور در این کار تلویزیونی انصراف داد. در سالهای اخیر از او به عنوان یکی از پولسازترین بازیگرهای سینمای ایران یاد شده و حضورش در هر فیلم با فروش خوبی مواجه بوده است. در میان ورزش‌ها به اسکی و شنا علاقه دارد و به آنها می‌پردازد و البته والیبال هم جزء ورزش‌های مورد علاقه اوست. در بیشتر نقش‌هایی که بازی کرده به ارائه کاراکتر یک دختر شوخ و اجتماعی و برونگرا می‌پردازد. کاراکترهای خاکستری را به نقش‌های کاملاً مثبت و کاملاً منفی ترجیح می‌دهد و معتقد است خاکستری بودن یک کاراکتر کمک می‌کند که تماشاگر تا انتهای فیلم برود و منتظر کشف جدیدی باشد. تبریک تولد بهترین شادباشی است که تاکنون شنیده است و به معنای واقعی تولد را دوست دارد. غذاهای مورد علاقه‌اش لوبیا پلو و ماکارونی است و به خاطر همین علاقه این غذاها را خیلی خوب می‌پزد. انسانی مهربان است که تاکنون کارهای خیرخواهانه و انسان دوستانه هم زیاد انجام داده، مانند حمایت از بانویی که اسید به صورتش ریخته شده بود، عضو ثابت حمایت از کودکان کار و خیریه حامی، تهیه کنندگی کنسرت خیریه روزبه نعمت اللهی به نفع زلزله زدگان آذربایجان، حمایت از زندانی‌های دیه و عضو محک بچه‌های سرطانی. گاهی وقتها در طراحی جواهرهای ساخته برادرش شوی خصوصی می‌گذارد. در سینما به قسمت و اتفاق ناشی از آن که برای آدم‌ها رخ می‌دهند اعتقاد دارد و می‌گوید من معتقدم که مسیرم مشخص شده است. در کودکی از کارهای سخت که هیجان زیادی داشت لذت می‌برد و به همین دلیل هیچ وقت دوست نداشت دکتر یا مهندس شود. پس از اینکه بازی در فیلم امشب شب مهتابه را به پایان رسوند، در آفریقای جنوبی فیلم کوتاهی با عنوان سیاه و سفید پیرامون زندگی نلسون ماندلا ساخت که در آن موضوع آپارتاید را مورد توجه قرار داده است.
همیشه وقتی فیلم‌های خودش را می‌بیند احساس می‌کند راضی نیست و انگار خودش را در فیلم‌ها دوست ندارد. کردن ماشینت هم خنده داره. ها؟ تو جلو نیومدی. دیدی منو؟ بچه پام سسته. عزیزت برم. دیگه بدین دوستان رو ببرمش بهشت. وایسا. برو رو نگاه کن. قربونت برم. دستتو نکن محمد. در اسفند 1386 در حمایت از کودکان کار بخشی از دستمزد یکی از فیلم‌های خود را به آموزش این کودکان هدیه کرد. جنگ را ترسناکترین پدیده در دنیا می‌داند. پول را خیلی دوست دارد و شاید عجیب باشد که به خرج کردنش چه برای خودش و چه اطرافیانش هم علاقه‌مند است. تا قبل از حضور در فیلم دعوت تجربه اسب سواری نداشت و برای ایفای نقشی که در این فیلم داشت قبل از هر کاری به سوارکاری رفت. با بازی در فیلم سعادت‌آباد به کارگردانی مازیار میری توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن از 29مین جشنواره فیلم فجر یعنی سال 1389 را کسب نماید. همچنین مهناز افشار در 30مین جشنواره فیلم فجر در سال 1390 دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن بخش نگاه نو و همچنین جایزه بهترین بازیگر زن برای بازی در فیلم برف روی کاج‌ها به کارگردانی پیمان معادی را از انجمن منتقدان از آن خود کرد که مهمترین جایزه اش را از دید خودش می‌داند. آخرین فیلم او فیلم متروپول ساخته مسعود کیمیایی است و در حال حاضر منتظر پروانه ساخت آتشبس 2 به کارگردانی تهمینه میلانی است. مهمترین در زندگیش اول خداست و بعد خانواده اش. به گفته خودش تأسفی بزرگ و تا ابد به خاطر از دست دادن پدر از کانون گرم خانواده‌اش همیشه با او و همراه اوست. آن سوی چهره‌ها و تیم شبکه‌های تریپل ای به خانم افشار تسلیت میگیم و برای این هنرمند خوب کشورمون آرزوی موفقیت‌های خیلی بیشتر داریم.